یک زن 36 ساله 2 روز پیش در جریان یک حادثه مرموز در خانه عزیزالله صاحبوف رئیس تاجیک مطلوبات ولایت ختلان از گردنش زخم کارد برداشته. 2 روز پیش از بیمارستان قره‌بالای شهر باختر جواب داده شده است. در این باره روز 20 اکتبر رادیوی آزادی با تکیه به چند منبع خود در مقامات انتظامی و تندرستی ولایت ختلان خبر داد. به اطلاع منبع‌های رادیوی آزادی، این زن شام 10 اکتبر از یک خانه در محله لمنوسف شهر باختر به بیمارستان ولایتی معروف به بیمارستان قره‌بالا برده شد. به گفته منابع آزادی، این زن از دوستان عزیزالله صاحبوف بوده است. خود صاحبوف تا این دم قضیه را شرح نداده است. به گفته همسایگان، شام 10 اکتبر پیش از سر زدن حادثه در خانه‌ای که عزیزالله صاحبوف استفاده می‌کند، چند زن و مرد وارد شده ظاهراً از داخل بنا صدای خرسندی بیرون می‌آمد. یکی از شاهدان گفته است پس از چند صدای داد و وای بلند شد و پس از بردن زن آغشته خون آنجا کارمندان میلیسا حاضر شدند. معلوم نیست که آنجا چه شب نشینی بود و اون زن با عزیزالله صاحبوف چه رابطه دارد. به طبیبان بیمارخانه هنگام آوردن زن مجروح گفتند که او قصد خودکشی کرد. در شعبه کارهای داخلی شهر باختر روز 19 اکتبر به رادیوی آزادی گفتند که چنین حادثه را ثبت نکردند، ولی یک کارمند آگاه در مقامات انتظامی ختلان با شرط فاش نشدن نام گفت از روی تحقیق ابتدایی و گفته شاهدان عزیزالله صاحبوف کارمندان میلیسای شهری رفتند تحقیق حادثه را آغاز کردند، ولی حاضر کسی دعوا ندارد. روز 20 اکتبر در شعبه میلیسای باختر رسما حادثه را تصدیق کردند، ولی گفتند آن را ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان تحقیق دارد. در ریاست وزارت کارهای داخلی ختلان برعکس گفتند که حادثه در حدود باختر روی داده است و مسئولیت تحقیقش به دوش آنهاست. یک دکتر بیمارستان قره‌بالا به ذکر نام به رادیوی آزادی گفت این زن 3 روز در شعبه احیاگری و 5 روز دیگر در اتاق عمومی طبابت گرفته است. ما نمیدانیم با او چی شده است. وقتی وظیفه‌مان را اجرا کردیم گردنش با کارد بریده شده بود، آن را دوختیم. 2 روز شد از بیمارخانه جواب شده است، ولی هنوز برای کنده گرفتن رشته ها نیامده است. باید یک بار دیگر آید تا رشته ها گرفته شوند. گفته است این پزشک عزیزالله صاحبوف در شهر باختر زندگی میکند و سالها باز رئیس جمعیت تاجیک مطلوبات ولایت ختلان است. او 50 سال داشته. برادر محمدرضا صاحبوف داماد کلانی پرزیدنت تاجیکستان و عمک شمس‌الله صاحبوف داماد دیگری امامعلی رحمان است. اسم او در نوار خبرهای کریمینالی از این قبل هم یک مرتبه سال 2019 وقتی پیدا شد که بازرسی دولتی اتومبیلی با نشر رویخط رانندگان از شهر بخطر قرضدار گفت راننده لکسوس 570 عزیزالله صاحبوف پول 81 جریمه را پرداخت نکرده است. خانواده صاحبوف با دلیل نزدیکی به امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان از نفوذ خاصه در کشور بخصوص در قسمت وادی وخش ولایت ختلان برخوردارند. 2 نماینده این خانواده محمدرضا صاحبوف با دختر کلانی پرزیدنت فیروزه و برادرزاده او شمس‌الله صاحبوف با دختر چهارمش پروینه رحمان ازدواج کردند. صاحبوف صاحب دهها نوع تجارت در تاجیکستانند. بازار بزرگ اوج شریف در شهر باختر و شرکت فراز که حالا با نام‌های دیگر دهها نوع تجارت را منپول خود کرده است به همین خانواده تعلق دارد.